سلام دوستان عزیز. در ویدیوهای قبلی ما که درباره لگاریتم بود ما دیدیم که y مساوی است با لگاریتم در پایه ax اگر و فقط اگر x مساوی باشد با a به توان y. برای پایه 10 این رابطه را میتوان به این طور نوشت. نمودار این رابطه را اگر برای مقدارهای مختلف x رسم کنیم به دست ما این خط منحنی می آید. اگر به یادتون باشد برای یک تابع هیچ دو زوج دارای مختصهای اول مساوی نمی باشند. در این نمودار هم حتی اگر در بعضی جاها فرق بین مختصهای اول زوجها خیلی کم هم هست، هیچ دو زوج دارای مختصهای اول مساوی نیستند. پس این رابطه هم یک تابع هست و به این تابع لگاریتمی می گویند و این را به این طور هم می نویسند. f(x) مساوی است با لگاریتم در پایه ax اگر و فقط اگر x مساوی باشد با a به توان fx. اگر ما یک کمی دقت کنیم میبینیم که در این رابطه a صفر نمیتواند باشد، چون صفر به توان n مثبت صفر هست و صفر به توان n منفی و یا صفر به توان صفر تعریف نشده هستند و به خاطر همین ما نمیتوانیم لگاریتم در پایه صفر یک عدد را به دست بیاریم. پس در این رابطه باید a بزرگتر از صفر باشد. در این رابطه a یک هم نمیتواند باشد، چون یک به توان هر عددی که باشد یک می شود و ما نمیتوانیم لگاریتم در پایه یک عددی مثلا 63 را به دست بیاریم. در این رابطه x هم منفی نمیتواند باشد. مثلا لگاریتم در پایه 10 منفی چیست؟ یا به الفاظ دیگر 10 را به کدوم توان برسونیم تا به دست ما عدد 10 منفی بیاید؟ ما میبینیم که چنین عددی وجود ندارد. از این مثال میتوان این نتیجه رو گرفت که ما نمیتوانیم لگاریتم عدد منفی را به دست بیاریم و x باید همیشه مثبت باشد. پس به تعریف لگاریتم میتوانیم اینها را اضافه کنیم. برای a بزرگتر از صفر ولی نه یک و برای x بزرگتر از صفر y مساوی است با لگاریتم در پایه ax اگر و فقط اگر x مساوی باشد با a به توان y. در اینجا نمودار تابع لگاریتمی برای چند تا پایه های مختلف نشان داده شده است. مثل که مشاهده میکنید پایه لگاریتم هر چی باشد برای x مساوی به یک لگاریتم همیشه صفر هست. علت این هم این است که هر عددی را به توان صفر برسونیم مساوی می شود با یک چیز دیگر هم که مشاهده می شود این است که هر چی مقدار x بالاتر می رود سرعت بالا رفتن لگاریتم x کمتر می شود. مثلا در اینجا لگاریتم x دارد به سرعت زیاد می شود ولی در اینجا این سرعت کاهش یافته. در ویدیوی ما به نام تابع معکوس 2 ما دیدیم که معکوس یا وارون یک تابع fx را می توان با استفاده از این فرمول به دست آورد که در اینجا f اینورس x تابع معکوس fx هست. برای تابع لگاریتمی این فرمول را می توان به این طور نوشت. پس طبق تعریف لگاریتم f اینورس x مساوی می شود با a به توان x. به این تابع که دارید مشاهده می کنید تابع نمایی می گویند و نمودار این برای پایه 10 به این طور رسم می شود. پس تابع لگاریتمی و تابع نمایی معکوس یکدیگرند. برعکس تابع لگاریتمی سرعت رشد تابع نمایی با بزرگتر شدن x بالاتر می رود. خب دوستان عزیز، برای این بخش همین کافی است. اجازه می خواهیم موفق باشید و خدا نگهدار.